شرکت روسیایی تخسترا که برای تأمین جای کار در ساختمان‌ها به انتخاب کارگران تاجیکستان آمده بود، پس از انتظارهای طولانی وعده خود را اجرا نکرده است. ماه مارت سال روان از بین 500 کارجو تنها 51 نفری آن را از ولایت سوخت استخدام کرده، ولی با گذشت چند ماه از انتقال مهاجران کاری تاجیک دست کشیده است. اینها همون از ازبکستان بسیار تعداد زیاد بردگی، ولی مهاجران ازبک بعد رسیدن به روسیه کار در شرکت را رد کرده به جایهای کاری پیشتر خود برگشتند. از این سبب شرکت تخسترا از جلب کارگران ازبک و تاجیک به ساختمانهایش دست کشیده است. متاسفانه همین خیلی شد، لیکن ما رسما مراجعت کردیم، گفتن کاربری رفتوست. نمایندگان تخسترا هنگام آزمون انتخاب کارگران در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای ادامه بیناکاری در مسکو و منطقه‌های دیگر به نیروی کاری نیاز هست، ولی کارگر کافی ندارند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار میفرستادند، ولی به اطلاع رهبریت بانک ملی سال گذشته 6.3% کمتر فرستادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.